سلام، به 90 روز چالش نقاشی کوچک انیمه ها با من خوش اومدین. روز 5، بریم ببینیم نقاشی بعدی چی میتونه باشه. هورتون، بریم ما هم بکشیمش. هورتون اسم فیلی مهربونه که برخلاف جثه بزرگش سرشار از احساسات و قلب مهربون داره. داستان این کارتون از این قراره که روی یک گرده موجودات زیادی زندگی میکنن، ولی چون کوچیک هستن کسی نمیدونه و به اونا اهمیتی نمیده، تا اینکه یه روز فیل مهربون به نام هورتون صدای اونا رو میشنوه و تصمیم میگیره که این گرده را تو جای امنی مستقر کنه. در ابتدا حیوانات هورتون رو دیوانه فرض میکنن، اما زمانی که سرسختی و مقاومت اونو میبینن تو این مسیر به اون کمک میکنن. این انیمیشن کمک کردن به موجودات ضعیف‌تر رو به ما نشون میده. احساس مسئولیت، تلاش، همکاری و فداکاری از پیام‌های این انیمیشنه و نمایش یک خانواده شلوغ و پر از محبت با وجود سختی و مشکلاتش از نکات مثبت این انیمیشن به حساب میاد. اگه این انیمیشن رو تا الان ندیدین، پیشنهاد میکنم که حتی برای یک بارم شده حتما تماشا کنید. دوست قشنگم، اگه از شنیدن این ماجرا و دیدن این نقاشی لذت بردی، لایک و سابسکرایب یادت نره. ممنون از نگاه قشنگت.